شرایط همین زندگی که سخت بود، ما با مهاجرت مهنتی که رفتیم مسکو در اونجا ما غلط دیدیم. وقتی که در ساختمان بود که غلط دیدیم، ما هم با همین چیره این معیوبیت ایمو چشم ما خورد که بدیم خیلی زندگی سخت که رفتیم. بعد اومدیم دیگه با مجبور شدیم با همین هنرها را خط کنیم، همین خط زندگی مون رو بریم از زندگی جامعه قفانمون گفته همین خیلی چه کردیم. حالا که مثال معیوبیت گروه یکم که هستیم ما دیگه یگان چکی راه نبود، ما همین انتخاب کردیم که همه کاری ما را پیش میبره زندگی ما را همه. بعد و همه ذوق کردیم. بعد ما را از این ناحیه پیشنهاد کردن که ما آموزشگاه داشت ما بیایه در جمعیت های معیوبا اشتراک میکردیم که همه کسب ها هستن بیش ما در همه آموزشگاه همه کورس همه دوزندگی با مدت 2 سال همه را تحصیل کنیم. خیلی شکرانه که خیلی 2 سال تحصیل کردیم. مکتبون عذاب نکشه، به نرخ‌های قیمت نگیرن و فرم طلبگی به نرخ‌های ارزان ما پیشنهاد کنیم برای مکتب‌های خدمتی جماعت خودمون، برای همین ناحیه خودمون همین نیت ها هست. مولاتایی که دخترها میپوشن مثال بسیار چکن ها را مثال میتونیم ما چکن روزی کنیم. همین چیزا رو ما اساسا شو کردیم با پیشه کردیم. اون وقت پیش نهاد مردم ذوق داریم با شاگردای هستن که اگر ببینیم با کسب هنر کتاب هستن که به وقتی که ما اگر چند دشیم شاگردا که نو تشکیل میشن اونو کم کم قین میشه، بعد یگان کتاب توصیه میتیم مشتری وقتی چیزی که فرمایش کنه ما همو خیلی چیکار می‌کنیم اجرا می‌کنیم. خیلی با آینده که اگر که ما خودمون به خود مکتبش کردیم ما دیگه فرمایشی خودمون دست خودمون میشه ما مکتبا رو تیار می‌کنیم، فرم طلبگی تیار می‌کنیم. شاید ما کاستوم بروک تیار کنیم آینده که به نرخ‌های ارزان و صفات‌های خوب ما در ماشین‌های خوب در کار آینده نیت داریم. خیلی شکر که همین قنیت کردیم همین قشید شاید آینده ما خوبتر شود. در اون شهر کلا وقتی که همین ما معیوبای همین ناحیه را که پیشنهاد کردن که ما همین هنرهای خودمون را بردیم در اونجا ما کرتوهای زنانه ملی خودمون را پاره کردیم، بروک پاره کردیم. ما در همو چی ما تیار کردیم، تست تیار دوختیم. مثال بروکا را پاره کردیم و طرز پاره کردن تمامی همو نازکی های همون بروکا کرتوهای ملی ما که وقتی که فهموندیم با هنرهامون آوردیم. مثال با ما وقتی اینا چی می‌نیم ما باید رسامی باید داشتیم، ما هنرهای رسامی وقتی اینا ما پیش از اون باید ما رسم همین داشته باشیم. من همین هنرها را رسامش داشتم، بسیار رسم‌های زیاد داشتم. وقتی که پیشنهاد کردم با هنرهای دیگه آورده بودم. بعد به خاطر هنرهام به خاطر همون چیو من همین جای یکم چی کردم پیشنهاد کردم گفتن که خیلی شما همین سزوار همین جای یکم شما میگم که ما سیزانی کار داریم. مثال همون وقتایی که میشوه ما در میزاجون بسیار میشوه. ما وقتی میدوزیم مثال وقتی که تیار مینیم ما همون را اگر ما با شرط بگیمش 20 سامان ما حساب مینیم را به ما را 15 سامان چکامونم میمونه. بعد وقتی ما هر وقتای سیزانه که ما کار مینیم درآمد زیاد که شوه مثال با آبادی خانه ها سر مینیم با به خاطر آبادی با یگان ماشینه میگیریم با یگان چیزایی میگیریم که در همه چندش اگر ما در زندگی رساتیم با باقی مونده کار ما در همه دکان صرف می‌کنیم که ما همین دکان وقتی تشکیل کردیم مثال ما همیشه با چیزای به نهایت همین چیزایی که ما همین را تشکیل کردیم همش با چیزای همین گویا نه تشکیل نکردیم با همه همیشه با کهنه و هر چی صرف کردیم. بعد یه نفر گفت که اینا همش کهنه تو باید زمانوی میکردی. بعد من یه پیام همین جناب عالی را تماشا کردم که گفت که هر چی باشه چیه که باشه کردم گیرش ما اساسا درآمد شید چیکار منی با نو میشه. من همه خیل کردم سرشوی مبلغ نبودم ما مثال ما یگان ماشینی نداشتیم که سر کنیم. بعد یک دونه ماشین کردیم استا چیکار کردیم جمع کردیم همه خیل چند در زندگی صرف کردیم باقی مونده‌اش در ماشین خریداری کردیم به خاطر آبادی ایجاد
با ورودی همین دکان ما سعی کردیم کوشش کردیم که همه جا را با عبوتر کنیم. خیلی شکرانه که نه مثال چندین ماشینایی که هستن همین را خریداری کنیم با کمک رسوندن. انا بازی ما حرکت داریم که الکی ما دو ماشینای زمانوی مثال حاضرش بقوت نقض داریم. با آینده میخوایم که همین ماشینای همین ماشینامون همین زمانوی زندگی را خدمت با همین حساب مهنت خدمت زندگی را آسته برده هستیم. بعض وقتی که من خودم راستی معیوب گروه یکم که هستم گاه دواشخونه کم کم با یگان مثال تیار میکردم یگان خوراک تیار میکردم مثال یا که اویلم یگان سرگردان کار بود یا که خیلی تا وقت مادرم حیات بود مثال مادرم یگان کار میکرد من میتونستم که دواشخونه تا چی کردن من یگان خوراک تیار کردم با من هنرمی خوراک پذیرن کم کم با امونا رو چیکار میگم میگفتم که همین خیلی شما تیار کنید همین خیلی میشود همین خیلی زیاده از 150 نفر زیاد من باور دارم که ای شاگرده خون تا اون شاگرده که تیار میکنن اما من استاد میگن میبینن با یکان چیز نفهمی باشه با دعوت میکنن که بیا میره که ما رو یک توصیه که با چی داره خیلی هم پدر مادرشون راضی هستند که خیلی همین کارش ما کرده این ما در زندگیمون مثال به همین کم کاسی همین هنرهای می زندگیمون رفته ایستاده است. هنر دوزندگی بین یگان مرد زن یگان فرق این هنر است. کسی که اگر چک نه این هنر نه از مرد است نه از زن این هنر است. این و پیشتر تا همه ولی چیدن ما همه خدم یگان کرته خدم یگان چی خدم همه کم کم چیکار میکردم میدوختم و یگان برو کار وقتی تکمه دوزی همه ذوق داشتم هم در هم وقت هم ذوق همه بود. بعد با یگان وقتایی میشید که رحمتی ها چمی هم ماشینه داشت با هم ماشینه ما چم یگان چی را میدوختم تیار میکردم. بعد با وقتی که خیلی مثال این ولی چنین با مجبور شدیم که همه را با بقواتر خیلی ها بله یک ما پیشتر من پاپوشی هم میدوختم من بسیار نقض میدم. بعد من یک استاد داشتیم تعلیم کسب هنر در مکتب میونه همون میگو که وقتی که شما چی مینه یک اون پاپوشی را میگیره همش هم میکشوه روی همو شما میتونید که قوله بکی همو پاپوشی باشه. من هم خیلی تیار میکردم پوستا میوردم همه تاکایم پاپوشی رو میبرم خیلی پاپوشی تیار میکردم همون هنر همون من به هر نقض میدم پاپوشی تیار میکردم. با یه نفر یک همسین فکر داشتیم که ما دکسه همه هنر را سخت میکردیم واسه هر دومون همو همسین ما موزه و هم سالیم اینه که همه هنر را چیکار کرد پیشه کرد با میای ما میپسه که همه را خیلی همه را پیش برم. در 2006 همه حادثه شد. بعد که اومدیم دیگه دیدیم که هیچی نمیشه نفقه هم بود نفقه در زندگی چی نمیشه توغری نمیگرفت در زندگی که توغری نمیگرفت ما مجبور شدیم که چیکار کنیم با این کسب با آموزه ما همین هنر را اساسا سعی کردیم. خیلی شکرانه ایران ما خدا خواهد اگر با اون فرزنده هستن خدا خواهد فرزنده را نمی کسب هنر را می آموزیم که آینده هم چی با در زندگی ها چیکار کنه با رفتن گیره. من این نیتی که دارم که من پزن یکون وقتای شبکه اگر یکون شغل نقص که در جای میبستم من خدمه بخت پزی همه تورت پزی و همه چیارانی کم کم با مکتب شد برای اونو که دخترک های هستن که در دهات همین رو چیکار کنن با من بخت پز مثال این وقتی که زندگی که مجبور کرد به همه چیرش خدمتونه کرده این زندگی همین ساز که مثال یازم در خونه گاه یکون سلطای تیار مینیم که مثال برای خراخری 10,000 نه ما همی کسبه آره در همه آموزشگاه نوحه خمون عبدالرحمن جمعه همین کورسی دوزندگی قریب 10 سال زیاد ما همی تحصیل کردیم. شکرانه که نه با کار کرده ایستیم فعالیت کاری داریم با شکرانه که خیلی زندگی استه رفته ایست. ما راستی هر سال آزمون ها میشه ما دعوت منن اشتراک مینیم
مثال ما در شهر کولاب رفتیم اشتراک کردیم، در شهر شنبه همه هنرهای خود ما ویستافکا میبریم. مثال جشن‌های مثال میشود که نوروزی میشود، روزای ایدای این ولی معیوبایی که میشود ما همه هنرهای خود میبریم در اونجا پیشنهاد میدیم. خیلی با کمک میرسونن که مثال شما یک هنرمند با چندین نفرهای معیوبا میبینن، چندین کسا میبینن، با همون هم ذوق میبینن که ما همه هنر را چیکار کنیم یاد بگیریم، آینده عذاب نکشیم. زندگی حد که مجبور میبینن همه کارا چیکار میکنیم. پیام‌های جناب عالی پیشوای ملت همین رحمان ما گوش میکردیم. در هر وقت چی میکرد میگو ما شما را مثال معیوبا شما حس نکنه که شما تنه، ما غمخوری تو منیم، ما هستیم همراه شما، چی مشکلی باشه ما حل منیم برای شما. ما هم میره خیلی با وقتی غمخوری را ما دیدیم از طرف جناب عالی ذوق زیاد شد، ما هم خواستیم که یک گوشه وطن هم باشه آباد کنیم و چیکار کنیم. با خیلی سالش در مثال 8 نفر تا 12 نفر ما چیکار می‌کنیم یاد میتیم همین هنر را. الکی ما شاگردای داریم که اون شاگردا هم 5 نفر 6 نفر هر سال مثال تیار که زیاده 150 200 نفر رو الکی من باوری دارم که هم شاگرد تیار شده ای خودمون تو شاگردام هر یک کدوم همی در زندگی عذاب نمیکشه. واسه 4 شاگرد داریم نصیب باشه با خیلی بعد خونه تمام کردن مکتب با 4 نفر 8 نفر با مثال تیار کنیم، شاید یا نمی سال تا سنتیبر یا 20 نفر شاگرد تیار کنیم. به خاطر زندگیشون پیش رفتن. شاگردای گند داریم اونا هم در همین برابر همین ما هم همونو هم تیار منن. خیلی شکر که خیلی هر جای بریم میبینن استاد میگن. به شرط ما هم اگر شاگردای ما ورده هستیم ما را چکا میگن استاد میگن. شاگردای داریم که چکندوزی هم تیار هستن که چکندوزی مینن، با هستن که قراق دوزی مینن. با اینمی هر هنر که حاضر ما اینمی متاع را که تیار کردیم همون میمونه کسا همون برشایی که میمونن کم و بیش ما اونو را نمیپرتیم، ما اونو را جمع مینیم. هستن دخترکی هستن که اونو قراق دوزی مینن، قراق میدوزن، میتیم را کرتای قراقی میدوزن، بول شکای قراقی میدوزن، برای چوینک پوشکای قراقی میدوزن. همه هنرها هستن. حاضر با مثال پاپری وقت پاپری مثال وقت حاضر همه پاپری موسم همه وقت همه پاپری